بیا بهت بگم چجوری بدون هزینه‌های زیادی فقط با روزی نیم ساعت خودت اپلای کنی. روز اول سردرگمی و نمیدونی از کجا شروع کنی. یه سرچ ساده میزنی و زود خسته میشی. روز دوم به تلاشت ادامه میدی، اسم دانشگاه با سایتاشون رو پیدا میکنی. روز سوم بالاخره اسم کشور و رشته‌های مورد علاقت رو یادداشت میکنی، ولی هنوز حس سردرگمی داری بین این همه رشته کدوم رو انتخاب کنی. روز چهارم بیشتر تحقیق میکنی و شهریه و موارد لازم برای پذیرش دانشگاه ها رو یادداشت میکنی. روز پنجم ددلاین ها را پیدا میکنی و به لیستمون اضافه میکنی. روز ششم میری توی سایت دانشگاه، ولی چون دفعه اولته بازم فکر میکنی کار خیلی سخت. روز هفتم با یکم تحقیق بیشتر و کمک از GPT راه و روش ثبت نام اولیه در دانشگاه یاد میگیری. روز هشتم مدارکی مثل CV و انگیزه نامه رو آماده میکنی و مدارک تحصیلی رو میدی برای ترجمه. روز نهم همه مدارکت آماده است و فقط باید ترجمه کنی در سایت دانشگاه و تمام. فقط با روزی نیم ساعت توی 9 روز چک لیست ما آماده شد و اینجوری میتونی خودت اپلای کنی و آماده زندگی جدید در کشور مقصد بشی. اگه میخوای چک لیست به صورت نمودار داشته باشی برامون چک لیست کامنت کن.